مسئله عقیده امام ابو حنیفه در اصول، یعنی در علم عقیده در کدام مذهب بودند، در عقیده کی بودند در این مسئله. وقد سئل شیخ الاسلام ابن تیمیه عن اعتقاد الشافعی. در حقیقت امام شیخ الاسلام ابن تیمیه از اعتقاد امام شافعی پرسیده شدند. ببینید سوال عاید عقیده امام شافعی بود. فعجب رحمه الله، پس جواب داد الله تعالی ایشان را رحمت کند و این سوال چنین جواب دادند: اعتقاد الشافعی رضی الله عنه و اعتقاد سلف الاسلامی كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه هو اعتقاد المشایخ المقتدى بهم. اعتقاد امام شافعی الله تعالی از ایشان راضی شود اعتقاد سلف اسلام بود. سلف اسلام یعنی صحابه های تابعین، پیشگذشته های مسلمان ها بود. عیناً پیشگذشته های مسلمان ها چی اعتقاد میکردن؟ امام شافعی همان اعتقاد را داشت که مالکی، مانند امام مالک، یعنی امام شافعی عقیدش مثل امام مالک بود. و ثوری، مانند عقیده سفیان ثوری. و الاوزاعی، اوزاعی هم صاحب مذهب بود، مانند امام ابو حنیفه و مالک مذهب داشت ولی مذهبش از بین رفت تا به نزدیکی های، یعنی مذهبش جاری بود بعد از بین رفت، یعنی شاگرداش دیگر در این مذهب کار نکردن، کتاب ننوشتن، مذهب را نشر نکردن، مذهب از بین رفت. یعنی امام اوزاعی یعنی در مرتبه امام ابو حنیفه و مالک است در علم. سفیان ثوری هم میخواد، یعنی اینو در یک عصر زندگی کردن، اینو همشون در یک مرتبه در علم بودن. سفیان ثوری، مالک، اوزاعی و ابن المبارک، عبدالله ابن مبارک و احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهوی که از استاد بخاری اسحاق ابن راهوی. یعنی اعتقاد امام شافعی عیناً اعتقاد همین ها بود و اعتقاد اینها هو اعتقاد المشایخ المقتدى بهم و اعتقاد اینها اعتقاد اون مشایخی که به آنها اقتدا کرده میشد. و ببینید امام ابو حنیفه را از این طبقه بالاتر ماندن شیخ الاسلام تیمیه، از طبقه مالک هم بالا ذکر کردن. گفتن که امام عقیده امام شافعی مثل مالک و سفیان ثوری و اوزاعی و ابن مبارک و احمد ابن حنبل و ابن راهوی و مانند اونها است و اعتقاد همه اینها اعتقاد اون مشایخی هستند که با آنها مقتدا بهم اقتدا کرده میشد، مانند فضیل ابن عیاض، مانند فضیل ابن عیاض عابدی حرمین، مانند ابو سلیمان دارمی، سهل ابن عبدالله تستوری و غیرهم. عقیده اینها مثل عقیده اونها بود و غیرهم. فانه لیس بین هؤلاء والائمه و امثالهم نزاع فی اصول الدین. چون که بین عقیده اینها و بین آنها، یعنی آنهایی که نامبر شدند، در مسئله های اصول دین خلاف نبود، نزاع کشاکشی نبود، اینا متفق بودن در عقیده، همشون یک بودن. بعد از اون گفتن که و کذالک ابو حنیفه رحمه الله. ببینید شیخ الاسلام تیمیه چخیل سخن میکنن. و کذالک ابو حنیفه رحمه الله، همین گونه امام ابو حنیفه الله ایشان را رحمت کند. فان الاعتقاد الثابت عنه، اعتقادی که از امام ابو حنیفه ثابت شده است، فی التوحید، در مسئله توحید، و القدر، در مسئله تقدیر، و نحو ذلك و مانند این دیگر مسائل اعتقاد، موافق لاعتقاد هؤلاء، موافق است به اعتقاد این آدم هایی که نامبر کردیم. و اعتقاد هؤلاء، و اعتقاد همه این شخصیت هایی که نامبر کردیم، هو ما كان علیه الصحابه و التابعین لهم باحسان، این اعتقاد صحابه ها و اعتقاد آنهایی که به اینها به نیکی پیروی کردن، یعنی تابعین. و هو ما نطق به الکتاب و السنه، و این اعتقادی که اینا داشتن عیناً آن چیزی که قرآن و سنت نطق کرده است. مجموع فتاوا مجلد 5 صفحه 256 و این چون در منهاج السنه مجلد 2 صفحه 106 از شیخ الاسلام عقیده امام ابو حنیفه آمده است که گفتن که عقیده امام ابو حنیفه عیناً عقیده صحابه ها و تابعین هست و عقیده ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد
و بخاری و اسحاق ابن راهوی و عبدالله ابن مبارک اینا از همدیگر فرق نداره، اینا بین همدیگر نزاع نداشتن. گفتم